شالوم تمام میشباخا فامیل عزیز، امیدوارم که هفته خیلی خوبی داشته باشین و امیدوارم هستیم که شبات خیلی خوبی در پیش داریم. خواهش میکنم که این ویدیو رو فقط در موقع که شبات نیست ببینین. اگر نتونستین امروز ببینین، روزهای دیگه هفته هم همیشه خوبه. دیوری تورا خیلی خوبه. من با عزت اون چیزی که از خخامیم یاد گرفتم برای شما ریپیت میکنم، برای که خخامیم میگن یاد گرفتن پاراشه هفتگی به زندگی ما یهودی‌ها متوسله، وصله، یعنی به ما کمک میکنه که همیشه بتونیم با همون لولی که باید با خداوند نزدیک باشیم بریم جلو. در این دنیا ما اومدیم که چیکار کنیم؟ فقط خواست خدا رو انجام بدیم و اگر انجام بدیم اون همه خواستای ما رو انجام میده. تو این پاراشه امروز، فردا البته میبینیم که یعقوب میاد در راهی که میره خونه داییش میخوابه و در خوابش میبینه که یک دونه نردبان خیلی بزرگه به آسمان که درباره اون هشم وایستاده و داره بهش میگه که چه چیزهای خوبی در پیششه. ولی در این خواب میبینه که فرشتگان از این پله ها بالا میرون و پایین میان. جالب اینه که فرشته ها که ما فکر میکنیم از بالا باید میان پایین، نشون میده که از پایین اول میرن بالا. یک پیغامی بوده به یعقوب که فرشته ها میتونن نماینده اعمال ما باشن. این کارهایی که ما میکنیم که انشالله همیشه خوب باشه، مثل فرشته هایی میمونه که ما میفرستیم بالا و در ازا خداوند فرشته های خوبی رو برای ما میفرسته. مثلا فرشته های خوبی از دست انسان های مختلف میاد. یه دفعه مثلا ما احتیاج به بیزنس خوب میدیم، نمیدونیم، اصلا فکر میکنیم که همه مشتری خوبمون که داریم باشون کار میکنیم، یک مشتری که اصلا نمیدونیم میاد از ما خرید میکنه، اون فرشته است. وقتی فکر میکنیم خدای نکرده حالمون ناراحته یا چیزیه، میریم میبینیم دکتر میگه حالمون خوبه، اون دکتر یک فرشته است. چرا؟ برای که ما اعمال خوب انجام دادیم، ما با آدما مهربون بودیم، کایند بودیم. بزرگترین آدم کار خوبی که میتونه بکنه، میتوایی که آدم میتونه بکنه که مثل یک بیمه میمونه و همیشه مواظب آدمه، دو چیزه. رامبام که بزرگترین فلسفه یهود بوده میگفته آدم باید در همه کارها متوسط باشه، وسط، مینوگیر، در خنده، در خدای نکرده اگه ناراحته، در نمیدونم موفقیت هایی که گرفته، همه چی گرفته میانه روی، در کار کردن میانه روی، حتی در یاد آموزن میانه روی. ولی میگه دو کار آدم باید میانه روی نباشه، یعنی میدل نباشه، باید all the way بره to the extreme to avoid، که از این کار جلوگیری کنه، به این کار انجام نده. اون دو چیز، یکیش هست کس، یعنی عصبانی شدن، تمپرمنت شدن، خدای نکرده آدم باید به هر جوری شده این کار جلوگیری کنه. اگر حسی میکنه پاشه بگه I'm sorry I gotta go to bathroom I gotta go outside و ازش جلوگیری کنه، چون روح و نشامه آدم رو کدر میکنه. آدم نمیتونه دیگه خوب دنیا رو ببینه. و دومیش هست خدای نکرده گوا، یعنی خود دونه که ما خدا را شکر اصلا در وجود ما نیست. این دو چیز رو رامبام گفته باید تا جایی که میتونیم از خودمون دور کنیم. اگر بتونیم تمپر را از خودمون دور کنیم، نذاریم در قلبمون رخنه بکنه، میتونیم مطمئن باشیم که همیشه سکیوریتی خوب داریم در زندگی، که خدای نکرده ناراحت نباشیم. و با این پاراشه که یاد گرفتیم، با انجام کارهای خوب، خودتون برین به امید خدا یه عمل خوب یاد بگیرین و همیشه یادتون باشه که یاد گرفتن هلاخه ها، یاد گرفتن راه انجام میتوه ها یه چیزی که خداوند از ما انتظار داره. اگر نتونستیم بکنیم اونا به اون صورت انتظار نداره، ولی اگر یاد نگیریم اون انتظار داره. یعنی ما باید بریم یاد بگیریم. اگر نتونستیم هلاخه رو انجام بدیم it's okay we learned it، ولی اگر یاد نگیریم بعد از 120 سال که میریم خدا میگه تو رفتی ببینی من چی گفتم، شاید من برات همه کار میکردم که تو بتونی 20 بار انجام بدی. از این نتیجه میگیریم که به ذات هشم نباید فیر داشته باشیم، نباید بترسیم، کسی رو پیدا کنیم بگیم به ما یاد بده هلاخای کشروتا که همه بار خشم میدونین، هلاخای نمیدونم میتوه های طرز بیزنس، طرز رفتار، طرز شبات، همه اینا هلاخا داره و برای زنها هم هست همینطور که برای مردها هست. و با یاد گرفتن اینها غم ها از دل آدم میره بیرون، آدم روحیش قوی میشه، به خداوند نزدیک میشه و تفیله هامون به امید خدا به خوبی برآورده میشه و به ذات هشم در شادی ها و خوبی های بیشتری شرکت میکنیم. آمین. شبات شلوم. all the best. we love you. bye.